با عرض سلام و خسته نباشی شما خدمت دارم آقای ویشکایی. بازی باوردیم گلباران هم بگودیم در بازی شرایط همی تیم چطور بدهید و اینکه نیمه اول هم گل بزنیم برخلاف بازی های قبل که نیمه اول زیاد خوب بازی نگودیم بازی بهتر بازی بکنیم و بتونیم به صدر جدول هم میشیم. به نام خدا سلام عرض کنم خدمت شما و همکارای محترم شما. خسته نباشید گم به بازیکنان عزیزم و همچنین تبریک عرض کنم به بازیکنان و به خانوادهشون و همچنین به مالک تیم و مجموعه باشگاه و همکارای خودم تبریک عرض کنم. امیدوارم که روند ادامه بده و اما در طول هفته تمرینات خیلی خوبی انجام بدیم. خوشبختانه نیمه اول گل بزنیم و نیمه دوم مثل بازی قبل بازم به گل برسیم. بازی به نظر من بازی بسیار بسیار خوبی بود. بازی و گردو تیم مقابلم خیلی خوب فوتبال کردی. برجت بود ضد فوتبال این ورا بازی نکرد. بازی خیلی خوبی انجام بده و پیروزی من تقدیم کنم به مالک محترم جناب آقای نصیری و به هواداران خونگرم با صفا و وفادار دمشق. برای حفظ از صدرنشینی چه برنامه‌ای داریم آقای ویشکایی؟ عرض کنم خدمت شما به دست آوردن صدر جدول خیلی سختی بکشیم. ششم جدول بیم اتیام تحویل بگیریم. خدا را شکر صدرنشینیم اما کار بسیار بسیار سختی داریم. حفظ کردن جایگاه خیلی سخته. ازلا باید این تلاش بیشتره و ازلا این فکر باید بنیم جایگاه خودمون خوب حفظ بکنیم. اما دماشیم اما لایق بهتریناییم. هوادارای اما لایق بهترینای اما مجموعه باشگاه بهترین لایق بهترینای. امیدوارم که با تلاش مضاعف صدرنشینی حفظ کنیم. امروز هم شاید دیگه از پیشکسوتان و اسطوره باشگاه دمشق بیم مجید خان جهانپور تمرین رخکن میان حضور پیدا بکود. چه تأثیری تیم رو داره اجور آمون پیشکسوتان؟ حضور اساتید خصوصا آقای جهانپور که استاد بنده بود، من شاگرد بنده بود و خیلی باعث دلگرمی امان مربی بازیکنان و مجموعه باشگاه. حضور تعداد به من رویه ده انرژی ده و امیدوارم که تداوم بده. من از های صدرنشینی تقدیم همه هواداران کنم و امیدوارم که عمل روزهای دیگرم هفته‌های دیگرم اون تنها نه. چه برنامه‌ای برای جذب بازیکن در نیم فصل مثلا خواهیم بازیکن جذب بکنیم یا نه؟ 100% بازیکن جذب کنیم و من در دو پست احتمال 90% دو تا بازیکن خوب جذب تیم کنم. دو تا بازیکن بوم. گیلکی راحت‌تر مساوی کنی یا فارسی های ویشکایی؟ بنام هیچ فرقی نره. من خیلی خوشحالم که تیم صدرنشینه. خیلی خوشحالم. خداوند بزرگ شاکرم. بازم خداوند بزرگ شاکرم. بازم شاکرم خداوند بزرگی مرا تو آزمون بسیار سخت بسیار بسیار سخت مرا دوباره سربلند بگذاره و امیدوارم که انت دوام بده و به فکر روزی است که تیم صعود بکنه. فعلا امان اول رایم هیچ چی تمام نوست. آخرین روز همه چیز تمام. شما دست نکنه. ممنون.